به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز برنامه ترازوی عمل، اینک فقط 2 روز و یا 3 روز باقی مانده است که الکی ماهی مبارک رمضان به پایان می رسد و با تکبیرات الهی با الله اکبر و الله اکبر عید فیتر به خانواده هر یک ما و شما مهمان می گردد. و عزیزان، چون عید خیلی نزدیک است و همه میخواهند این عید را با شادی و سرور، با آن خرسندی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برایمان گفتند سپری کنند. بیایید امروز عید نفرانی صحبت میکنیم که نباید آنها را در روز عید فراموششان سازیم. آنهایی که حتما در عید ما همراه ما باید اشتراک کنند. پیش از همه پدر و مادر ما. چگونه که عزیزان میدانیم بارها در قرآن کریم و بارها در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم حق پدر و مادر ذکر شده است و هر جایی که در آنجا درباره شکرگزاری به پروردگار آمده باشد، کمی نگذشته شکرگزاری به پدر و مادر نیز آمده است. و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا علی وهن و فصاله فی عامین ان اشکر لی ولی والدیک الی المصیر. ما انسانها را وصیت کردیم، امر کردیم تا اینکه به پدر و مادر خود نیکی کنند. و راستی که مادر فرزندش را وهنن علی وهن، مشقت بالای مشقت، درد بالای درد در شکمش 9 ماه بارداری می کند. سپس تا 2 سال به او شیر می دهد و پس از 2 سالگی کودک را از شیر می برآورد و در دوامش الله می گوید انیشکر لی ولی والدیک، پس مرا شکرگزاری کن که من خالق و رزاق تو می باشم و پدر و مادرت را که سببی به دنیا آمدن تو و سببی بزرگ شدن تو گشته‌اند. و در این باره پیامبر صلی الله علیه و سلم را نیز وقتی پرسیده می شود که پیامبر الله کدام کارها در نزد الله محبوب تر است، پیامبر می گویند الصلاة علی وقتها، اول نماز در وقتش، سپس می گویند بر الوالدین، نکویی به پدر و مادر، سپس می گویند جهاد در راه الله. پس پدر و مادر نکویی کردن به آنها همیشه در قلب ما هست، اما گاهی می شود که با عید آواره می شویم، مخصوصا اگر در مسافرت هستیم و بعضی ها میگویند پدر و مادر من شرایط خیلی خوب دارند، به هدیه من و یا به ایدانه من نیاز ندارند. عزیزان، پدر و مادر چی حالت اقتصادی نداشته باشند هم، حتی اگر در دستشان کل ملک دنیا باشد هم، 1 درهم شما، 1 تنگه شما در نزد آنها نور چشم است. آنقدر قدردانی شمایان را انتظار هستند، آنقدر دوست می‌دارند، اما در ظاهر خود آن را برملا نمی‌کنند. برای شما نمی‌خواهند از کمبودی خود خبر دهند و حتی کمبودی نداشته باشند هم، اگر به دست آنها کمی هدیه فرستادید و گفتید این کمترین هدیه مرا قبول کنید، می‌بینید که از خرسندی به لباسشان نمی‌غنجند. برای همین حتما اگرچه در دور هستیم، نه فقط با تبریکات خشک خود، حتما باید با هدیه خود، کمترین هدیه، البته به شرایط خود نگاه کرده، پدر و مادر خود را در این عید سعید فیتر که از عید مسلمان ها است و به جای 8 مارس و سال نو و دیگر 20 چندم فوریه، در این عید باید همه یکدیگر را خرسند کنیم. بیایید یک جای پدر و مادر خود را خرسند میکنیم و اگر مخصوصا خواهرانی که الکی سالها ازدواج کردن، صاحب فرزند هستند، صاحب شوهر هستند، شاید به خاطرشان فقط عیدتان مبارک آید. خواهران عزیز، با قدر توان خود بیایید شما نیز در خرسند کردن پدر و مادرتان با کمترین هدیه مشارکت کنید. و اینجا درباره بعضی ها میگویند اگر به پدرم هرچی دهم هم هرگز او راضی نمی شود، از این بهترش را ده، از آن بهترش را ده میگوید، و یا میگوید به من نده و به فرزندت ده، میگوید ما هر چیزی که کردیم اون را برمیگردانیم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند از جمله عملهایی که در دنیا حتما به شما برمیگردد و سزایش را میبینید، این نیکی کردن به پدر و مادر است. پس هر نکویی که در زندگیشان و در عید
برای آنها کردیم، یقین بدانید که به ما نیز آینده فرزندان ما میکنند و او شرایط خوب دارد، پنسه میگیرد و یا نفقه خوب میگیرد و یا برادر خردی من الکی به او همه شرایطش را مهیا کرده است، پدر من خودش تاجر است و یا مادر من خودش بیزنسمن است نگفته. بیایید در عیدمون، در خرسندیمون با کمترین مبلغ و یا با کمترین دست کشادی پدر و مادر خود را نیز خرسند کنیم. و بعضی ها میگویند که خوشا به حال آنهایی که پدر و مادر دارند، اما مایان که پدر و مادر نداریم ما چی کار کنیم؟ ما چگونه آنها را خرسند کنیم؟ البته که فاتحه خوانی و دعا خواندن در سر قبر در این باره گفته گذاشتیم عزیزان که در روز جمعه نباید در روز عید به سر قبر روید، نباید برای خرسند شوی پدر و مادر حتما در روزهای عید فاتحه خوانید. عید خرسندی است، در یگان جا آمدگی نیست که پیامبر گفته باشند در روز عید به پدر و مادرت فاتحه خوان، در روز عید به سر قبر رو، او تو را انتظار است. در یگان جا این آمدگی نیست. اما حدیث دیگر است، حدیثی که عبدالله ابن عمر روایت کرده میگویند من شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند هر کسی که میخواهد پدرش را در قبر زیارت کند، پس دوستان و رفیقان پدرش را زیارت کند. یا این رو میتوانیم یک باره به طرف مادر گردانیم. هر کسی که میخواهد مادری وفات کردهش را زیارت کند، او را خرسند کند، پس رود و خویش و تبار مادرش، دوگانه و دوستان مادرش را زیارت کند. اینجا وقتی که میبینید من احب ان یصل اباه فی قبره فلیصل اخوان ابیه بعده، یعنی حدیثی که با همین معنا آمده است که در ابن حبان است، هر کسی که میخواهد در قبر با پدرش صحبت کند یا به پدرش برود، او با خویش و تبار، علل خصوص دوستانی خویش و تبار دوستانی پدرش رفت و آمد کند. قصه عجیب از عبدالله ابن عمر است که میگویند ابی برده صحابی جلیل میگویند من به مدینه آمدم و به نزد من عبدالله ابن عمر شتابان مرا برای دیدن آمد. سپس به من گفت ابی برده آیا میدانی که من چرا به دیدن تو آمدم؟ من به او گفتم که نه، من نمیدانم. عبدالله ابن عمر گفت من شنیده بودم که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته بودند اگر میخواهید پدرتان را در قبر زیارت کنید یا به دیدار بینی پدرتان بروید، پس از مرگش به دیدار بینی دوستان پدرتان بروید. پدری تو که دوستی نزدیکی پدری من هست، من خواستم همراه تو رفت و آمد کنم و با تو دیدار بینی کنم. پس عزیزان ما میتوانیم کوچکترین هدیه را به نزدیکان پدرمان، پدری که وفات کرده است، و یا به نزدیکان مادرمان، مادری که وفات کرده است بفرستیم و بدانید که از آن که به سر قبرش رفتید این صحیح تر است و این در عید هم به خوشحال کردن پدر و مادر فوتیده‌تان و هم به دستگیری یک نفری نزدیک پدر و مادرتان به شما مساعدت میکند. پس آنهایی که پدرشان و یا مادرشان وفات کردند هرگز من چگونه هدیه دهم، من چیکار کنم، یک دعای فاتحه نه. شما میتوانید برای شما به گفتی روزها شانس هست، شما میتوانید به نزدیکترین نفری پدرتان، نزدیکترین نفری مادرتان، البته خویش و تبار پدر و مادر همیشه صله رحم ما هستند، اما دوستان پدر رو اکثریت پس از وفات پدر فراموش میکنند، دوگانه های مادر رو پس از وفات مادر فراموش میکنند. بیایید به آنها هدیه دهید، با یک مبارک باد گفتن، با یک خیلی هدیه حجمش کوچک میتوانید دل آنها را به دست بیارید. و درباره پس از مرگ نکویی کردن به دوستان پدر که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند این ابر البر صلة الولد اهل ود ابیه، نکوکارترین یا خود به بر الوالدین نفر خیلی مستحق است، احسن برای نفری که او پس از مرگ پدرش با نزدیکان پدرش رفت و آمد میکند، اونی که پس از مرگ پدرش با دوستان پدرش رفت و آمد میکند. انا این گونه انسان ها در حقیقت خیلی بر والدین را دارند.
بخشش عزیزان اینجا پس عمر عبدالله ابن عمر باره در سفر بودند. خیلی قصه عجیب است و یکی از بادیه و یا صحرانشین رو میبینند. در آن وقت عبدالله ابن عمر خیلی علکی یکی از صحابیه که در اطرافشون قافله زیاد و خیلی ابرومند بودند و اکثریت به نزدشان برای فتوا پرسی می آمد و عالم زمان خود و اهلی فتوا و اهل خرد بودند. وقتی که یک بادیه رو میبینند دویده به نزد او میروند، از اسب خود میفرویند و لباس خود را کشیده، جامه خود را کشیده به او میپوشانند و حتی سله خود و اون چیزی که در سرشان بود آن را گرفته به او میپوشانند. سپس اطرافیان میگن این یک بادیه نشین است، یک به گفت خودمون یک چوپان عادی است. کمترین چیز را به او میدادی او خرسند میشد. چرا اونقدر او را به بالا برداشتی، لباسهایت را کشیده به او پوشانیدی؟ عبدالله میگویند این دوست پدری من عمر خطاب بود و من شنیدم که بهترین پسر برای پدر نفری هست که با دوستان پدرش پس از مرگ پدرش مهربانی کند و من به او مهربانی کردم تا اینکه از بهترین پسر باشم. پس بیایید با مهربانی خود، با هدیه خود، اگر رفته نمیتوانیم الان که خیلی از بانک و از فرستادن پول و کارت ها آسان است، با کمترین مبلغ دوستان پدر و مادر خود را اگر وفات کرده اند شاد میکنیم. میبینید که چقدر این هم ثواب دارد و هم رسیدن به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. و اینجا درباره پدر و مادر صحبت کردیم، حتما بیایید درباره زن و شوهر هم کمی صحبت کرده باشیم که اکثریت عید آمد دسترخوان آراسته شد، مهمان ها آمد، بعضی ها دسترخوان هم آرام نکردند، عید هم مثل روزهای دیگر گذشت، نه زن همسر خودش شوهر خودش را مبارک بادی گفت، نه شوهر همسر خود را. و بسیاری از خواهران میگویند چرا من مبارک باد گویم، چرا من هدیه خرم؟ مگر هدیه کردن خاص مردها نیست؟ مگر نفقه زن بالای مرد نیست؟ چرا من میدادم؟ البته که نفقه کردن بالای زن این قرض مرد است یا خود بالای خود مرد الله این را فرض کرده است. اما گاهی می شود که شوهر فقیر است و یا حالتهای دارد که به سبب کرانتین گوییم، به سبب بیکاری، به سبب بیماری دست او نمی رسد. البته که در این وقت اگر به شوهر کمک کردید، خواه از مال خود، خواه از مهربانی خود، خواه طلاواری و چیزهای دیگر را فروخته کمک کردید، البته اجر و ثواب می گیرید. و علل خصوص در عید اگر به او هدیه خریدید و اگر چه پول نداشتید و یا با کمترین توانایی خود دربارش فکر کردید، این همون حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم می شود که تحد و تحبوا، به همدیگر هدیه دهید همدیگر را دوست می دارید. و درباره زنهایی که به شوهران خود کمک میکردند، به جای اون که نشینند و همیشه از شوهر به من این بخر اون بخر بگویند من به تو کمک میکنم، من شرایط دارم و دست تو رو میگیرم، میگویند. البته بهترین قصه زینب همسر عبدالله ابن مسعود است که در کتاب صحیح بخاری و مسلم و دیگر تمام کتاب های سنن قصه جالبشان آمده است که بار پیامبر صلی الله علیه و سلم به مسجد داخل میشوند و میگویند ای زنها شما صدقه کنید، حتی آن گوشوار و انگشترهایی که دارید، زر و زیور هم که دارید، از زر و زیور خود باشد هم از آن صدقه کنید. سپس زینب که خیلی زنی خدا ترس بودن دویده به نزد همسرشون عبدالله ابن مسعود آمده میگویند عبدالله شما روید و پیامبر را پرسید، من در دستم کمی پول دارم و این چونین من خویشاوندان خود یعنی خواهرزاده و برادرزاده یتیم هم دارم که به آنها نگاه و بین میکنم، کفالت آنها در من است. آیا من صدقه خود را به جای به بیگانگان دادن به شما که شوهرم هستید آیا دهم می شود یا نه؟ عبدالله ابن مسعود میگویند این را خودت بپرس. در شرحش آمده است که عبدالله ابن مسعود نمیخواهند که بیعار نمایند و یا طمع کنند در مال همسر خود. سپس زینب دویده به نزد پیامبر می آیند و می بینند که یک زن دیگر در نزد خانه پیامبر انتظار است و او هم از پیامبر پرسیدنی است که آیا من به شوهر خودم از مالی که در دستم هست هدیه کنم یا خود صدقه دهم می شود یا نه؟ سپس
پیامبر صلی الله علیه و سلم اینها را شنیده میگویند البته اون صدقه که اون خیری که به شوهر خود میکنید شما دو اجر میگیرید، یکی اجر قرابت یعنی نزدیکی خویش و تباری، دیگری اجر صدقه. سپس زینب اون خیری که در دستشان بود به عبدالله ابن مسعود به شوهر خود میدهند که فقیر بودند. پس زنها هم میتوانند دست شوهر خود را گیرند. نباید همیشه منتظر اون باشیم که به ما هدیه شود، نباید همیشه منتظر اون باشیم که او شوهر است، او با نام به خودش یک مرد است، حتما او بدهد. چرا من؟ البته که این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم صادق المصدوق همیشه معجزه میکند. اونهایی که مشکلی دارید، بعضی از پریشانی ها بود، با یک هدیه دادن که برای خودتون شخصا با دستم خریدم، میبینید که چقدر محبت بین زن و شوهر میافزاید. و برعکسش هم خیلی برادران زیادی هستند که همین که عید نزدیک شد البته پدر و مادر خود را یاد میکنند که باید به آنها هدیه داده شود، که حقشان از پدر و مادر بالای فرزند خود، چه دختر چه پسر، حق دارد. درباره فرزندکای خود فکر میکنند که به فرزندانم هم باید یک عیدی پدرکی رمضانی دهم. اما وقتی که زن میآید دیگر فکرش را نمیکنند. حتی بعضی ها تا اندازه پررو هستند که میگویند پدر و مادرت به تو کمک کند، هدیه رمضانی تو را پدر و مادرت بخرد. البته که نفقه کردن چیز دیگر است، هدیه کردن چیز دیگر است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر صدقه که میکنی فقط به شرط اون که به خاطر الله کرده باشی اون اجر دارد. و حتی ما تجعل فی امرأتک، اون چیزی که در دهان همسرت میکنی، یعنی خوراکی که به همسرت میدهی، اگر تو به سبب اجر اون را کنی، به خاطر الله کنی، اجر و پاداش دارد. پس هدیه های رمضانی و یا هدیه هایی که به جای در 8 مارس دادن و به جای بعضی ها به یک رقاصه و به یک نفرانی که فقط کارشان فساد است گل و گلدسته میخرند، رحمت و یک چند لایک و یک چند چیزهای دیگر میفرستند، اما همسر حلال خود که در خانه است شب و روز در خدمت آنها است، شب و روز در پی پیشروی روزگار و بزرگ کردن فرزند آنها شبها خواب نمی کند تا فرزند همین مرد را که فرزند مشترک است بزرگ کند. هیچ هدیه برایش در حیاتشان نخریده اند، در فکرش هم نیستند. برایت همیشه لباس میخریم، برایت همیشه خوراک میخریم. یعنی هدیه چیست؟ هدیه چیزی است که چگونه که پیامبر میگویند بین انسان ها، چه زن و شوهر، چه همسایه، چه بیگانه، چه خویش و تبار، معجزه محبت ساختن را دارد. محبت وقتی در خانه قوی شد، الکی ستون خانه قوی می شود، فرزندان با یک شیوه دیگر بزرگ می شوند، حقارت و دشنام، دعای بد کردن، شکایت های زیاد از خانه می رود. و خواهرایی که سالها از شوهر خود شکایت میکنند که به من درست نگاه نمیکند یا مرا بد میبیند، با یک دسته گل یا با یک هدیه کوچکک به شرایط مرد نگاه کرده، دیگر کل اون را فراموش کرده شاید به تمام دنیا اعلان کنند که امروز در عید به من هدیه داده شد. پس بیایید برابری عید کردن و به خاطر من پدر و مادر خود، فرزندان خود را آوردن، نماز عید را آوردن و از دیگر هدیه ها، حتما باید هدیه دادن به همسر خود، چه زن چه شوهر، این را نیز فراموش نکنیم. و هدیه فرزندان، کودکان که همیشه در خاطر ما هست. فرزند میوه شیرین است و یا بزرگترین نعمت پروردگار است که انسان همه چیزش را برابر فرزند فراموش میکند. ولی اینجا یک مشکلی ما مخصوصا مردم تاجیکستان در آن است که خرسندی کودک را فقط در لباس دیده ایم و این را به طبیعت کودک هم جای کرده ایم. کودکان لباس نو پوشیدن، ما هم خرسند، کودک هم خرسند، گویا که اساس عید همین است. بیایید ما هم با یک نمود طرز دیگری هدیه ساختن و یا پدرک ساختن، تحفه های عیدانه تیار کنیم که کودکان برابر از خواب بیدار شدن یک باره بگویند این عید من است، این عید کودکان مسلمان است، این عید را الله و پیامبرش به من هدیه کرده است که برای من چقدر تحفه ها آمد. علل خصوص کودکان 8 ساله و 9 ساله که روزه گرفتن، حقشان بود که بجز لباس یک هدیه های دیگر برای آنها اهدا شود. پس بیایید برای کودکان فقط یک لباس خریدن نه، یک دسترخوانی که برای مهمان آراسته کردیم آن را نه، و برای خودشان مخصوص هر یک کودک یک
مفاجعه با اصطلاح روسی سورپریز تیار کنیم. پدر و مادر با هم صحبت کرده میبینید که چقدر انتظار رمضان دیگر میشوند، چقدر انتظار روزگیری و باز همان هدیه را به دست گرفتن میشوند که متاسفانه اینها همش در کفار وجود دارد. آنهایی که هم دینشان باطل است، هم عقایدشان، هم زندگیشان فساد است. ما باشیم به این کارو به گفت خودمون حوصله نداریم. و ما ماند فقط صحبت زیاد کردن و غیبت و بخشش زیاد نمیخوام کسی رو برنجونم، لیکن خواهرایی که برای لباس فردا و یا لباس عید فکر میکنن کاش درباره خرسندی کودک فردا چیکار کنم که این عید برای کودک من هرگز فراموش نشدنی باشد. یک فکر میکردیم که کودک مثل اون که روزها سال نو را جشن میگیرن انتظار سال نو و دید مراز نباشد و انتظار مفاجعه و یا سورپریزی عیدانه پدر و مادرش در خانه باشد. و چیزی دیگر عزیزان، البته اینجا درباره خویش و تبار پدر و مادر گفتیم، زن و شوهر گفتیم، درباره فرزند گفتیم. اینجا نفرانی هستند که یتیم هستند، کودکایی که پدر و مادر خود را از دست دادند، یا مادر خود را یا پدر خود را، یکی از آنها را از دست دادند. اگرچه در شریعت نفری که پدرش را به بلاغت نرسیده از دست داد او را یتیم میگویند، برای آنکه الکی به او کسی دیگر نفقه کرده نمیتواند و اساس آنی که باید به او انفاق او را بزرگ کند بود از دنیا رفت. پس حق یتیمان را هم نباید فراموش کنیم. وقتی که البته هر یکی ما در اطرافمون، در دهه‌مون، در شهرمون، در محله‌مون، در خویش و تبار، در دایره خویش و تبارمون یک یتیمی رو میشناسیم. شاید یتیمی است که زندگی خوب دارد، شرایطش خوب است، مادرش ثروتمند است، پدرش برایش میراث گذاشته رفت، اما حتما باید فراموش نسازیم که یتیم هر جا که باشد، چی بای و چی کم بغل، نیاز به مهربانی دارد. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اگر میخواهی که دلتون نرم شود، پس سری مسکین ها را سیله کن و یا دست مهربانی به سر یتیمان ببر، که در مسند احمد آمده است این حدیث. بیایید اگر یتیمی رو میشناسیم که شرایط پست دارد، حتما با هدیه‌ای که به فرزند خود یا برادر و خواهر خود خریدیم، با یک لباس، با یک پای افزار، با یک کیف یا خودسانکه، اگر یتیم شرایطی خوب دارد، با یک مهربانی و احوال پرسی که اگر چیزی نیاز داری به من بگو، حالتت وضع شد به من بگو، بیاید دست یتیمان رو هم گیریم و این نفرانی که تقدیر دیگر سبب بود و یتیم ماندن حس کنند که آنها تنها نیستند و این عید مسلمان ها هست که دستان یاری، دستهای مهربان به نزد آنها دراز می شود. و درباره بینوایان و یا نفرانی که شرایط پست دارند و کم بغل هستند، چی صحت و سلامتیشان خوب است، چه حتی همسایه کافر باشد، عزیزان فراموش نکنید. مایان اینجا یک فکر غلطی داریم که گویا که همسایه اگر کافر است حتی سلام دادن جایز نیست، در حالی که احادیث زیاد در صحیح بخاری، کتاب‌های دیگر است که پیامبر صلی الله علیه و سلم با همسایه یهودی خود رفت و آمد می‌کردند، دیداربینی می‌کردند. و عبدالله ابن عمر وقتی همسایه اشان یهودی بود، هر وقت که در عید قربانی می‌کردند حتما حصه او را جدا می‌کردند. آنهایی که کم بغل هستند شاید با یک کمک خردکک شما یک باره فکر و تصورات آنها نسبت مردم تاجیکستان و نسبت خود دین اسلام دیگر شود. اگرچه همسایه ما کافر باشد، اگرچه او مسلمان نباشد، هم امروز دین ما مسلمان ها است، برای شما هدیه آوردیم و درباره دین کمی معلومات، درباره روزه کمی معلومات و میبینید که چگونه تغییرات میشود. حداقل هرگز بالای شما به کسی شکایت نمی کند. و اما بینوایانی که خویش و تبار ما هستند، همسایه ما هستند، مسلمان هستند، مایان میشناسیم، دوست رفیقان ما هستند، البته که باید به آنها کمک کنیم، برای آنکه مؤمن شخصی هست که والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم، در مال او کمترین مالش باشد هم هرچی در دستش باشد هم حق معلوم جدای هست، حق خاصی هست برای آنهایی که بینوا هستند و محروم از رزق روزی زیاد می باشند. و الله میگوید فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. در سوره تغابن آمده است که الله میگوید شما
تا به اندازه قدرت خود تقوا پیشه کنید، یعنی هر چیزی که تا اندازه میتوانید آن را انجام دهید. و البته که اگر شما بیمار هستید میتوانید روزه نگیرید، خیلی بیمار هستید میتوانید نشسته نماز خوانید. و الله میگوید و اطیعوا، از پیامبر و از الله، از دین اسلام اطاعت کنید و انفقوا، و آن چیزی که در دستتان هست انفاق کنید. دادن، کمک کردن، چگونه که بارها گفتیم، به یک برده نان هم می شود، به یک کاسه آش هم می شود، به یک لباس مستعمل و یا خود استفاده کرده شده هم می شود. حتمی نیست که باید ثروتمند باشی. و الله می گوید و من یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون. هر کسی که بالای بخل خود، بالای خسیسی خود زور آمد و اگرچه نمی خواهد باز زوری کرد و به دیگران هدیه داد، انا این گونه انسان ها مفلحون، رستگارانند، آنهایی که در دنیا برد میکنند غالب می آیند و در روز قیامت هم هر چی که دادند به کرات به دستشان برمیگردد. و البته از حدیث هم با خبر هستیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند از جمله 7 طایفه که در روز قیامت در عرش پروردگار آنها در سایه عرش پروردگار میمونند، این نفرانی هست که با دست راستشان میدهند، دست چپشان از آن بیخبر است. یعنی آنگونه صدقه میکنند، آنگونه یاری میکنند که حتی خودشان هم بیخبر میمونند. برای همین وقتی به بینوای کمبغل کمک کردیم، حتمی نیست ویدیو رولی کنیم و به همه خبر دیم که انا بینید ما به اینها کمک کردیم، انا همین رو به همین عائله دادیم، یا اینکه دو سه تا سلفی کنیم از خودمون، یا اینکه در همه جا بنویسیم که کمک برادرانه به فلانی کردیم. حتما کمک ها باید سری شود. و عزیزان، این مشکلی دیگری میدی است که امروزها تا اندازه ریا با این یوتیوب و با ویدیو رولیک ها آمده است که مردم هر نفقه که میکنن حتما باید اون چیزی که کرده ایستادن اون رو به ویدیو میگیرن و اون بیچاره مسکین و کمبغلی که همراه کودکانش هست او رو هم، یعنی همه میشناسد که همین انسان از همین انسان دیگر کمک گرفت. بیایید کمکی که میکنیم برای الله پنهانی کرده شود و اون چیزی که دادیم به تمام مردم دنیا فاش نسازیم که انا ما به انا همین گونه انسان ها کمک کردیم. و البته که اینجا یک طایفه دیگر رو حتما میخواهم به شما ذکر کنم که اینها طایفه تنها و غریبان می باشند. هر یکی ما و شاید اکثریت عزیزانی که الان مرا میشنوید در غربت هستید، یکی در روسیه، یکی در اروپا، یکی در ترکیه، یکی در جای دیگر و از خویش و تبار خود دور هستید و یقینا یک نفری رو میشناسید که در شهر شما هست، در نزدیکی شما هست، هیچ کسی رو ندارد. شاید شما همراهتان بعضی دوستانتان هست، بعضی خویش و تبار در یک شهر جمع اومدید، اما نفرانی رو میشناسید که شاید از ازبکستان است، شاید از مثلا دولت دیگر هست، اما مسلمان هست و تنها است، یا اینکه تاجیک خودمون است، شما از شمال هستید، او از جانب، او از جنوب است، یا اینکه شما از مثلا دوشنبه هستید، او از طرفی مثلا شهرهای دیگری تاجیکستان است. البته که در عید وقتی فقط به حال پرسیش رفتیم با یک هدیه کوچکک که ما تاجیکان خیلی دوست می‌داریم، همیشه با دستی پر به نزد کسی برویم، اگر با هدیه به نزدش رفتید و گفتید عیدتان مبارک باشد، ما خواهر و برادر مسلمان ها همیشه با هم هستیم، دست هم دیگر رو میگیریم، دنیای خرسندی رو به قلب او جای میکنید. پس حتما اگر در اطرافمون غریبی هست، وقتی میگویم غریب، اونی که تنها است، شاید پول و مال همه چیز دارد اما از جهتی خویش و تبار نداشتن، یار و دوست نداشتن، او تک و تنها است. کسی به خانهش برای مبارک بادی عید نمی آید، یگانه به مسجد می رود و برمیگردد. برای کودکانش کسی هدیه نمی خرد، در حالی که خودش شاید خرید و شرایط دارد. و خرسندی داخل کردن به قلب مؤمنان این اجر و پاداش خودش را دارد که در این باره حدیثی است خیلی با مضمون عجایب در موجم طبرانی آمدگی است، در موجم افسط طبرانی که حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند احب الناس الی الله انفعهم للناس، دوست داشته ترین مردم در نزد الله آنهایی هستند که فایده اشون زیاد به مردم رسد. و احب الاعمال الی الله عز وجل سرور یدخله علی مسلمین،
و بهترین عمل در نزد پروردگار این خرسندی هست که شمایان به مسلمان، به قلب مسلمان داخل میکنید. با کدام عملها یا غم او را برآورده میکنید؟ با تسلیت دادن، با مهربانی کردن، با دلبرداری کردن، با کمک کردن، او یا اینکه قرض او را شما سداد میکنید. یعنی یک نفر قرضدار است، میگوید برادر من به جای تو قرضهایت را میدهم، تو خاطرت را جمع کن. یا اینکه گرسنگی را از او دور میکنید. یا اینکه می روید و وی مشکلی دارد، مشکلی که شاید مشکلی های اقتصادی و یا مشکلی های عادی اجتماعی می خواهد با نفر در جنگ و تلاش باشد و مسئله را حل کند، به او می روید و کمکش می کنید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند برای من از اعتکاف نشستن در همین مسجدم، در مسجد نبوی مدینه، بهتر و دوست داشته تر این است که همراه برادرم به یگان حاجت او روم و به او کمکش کنم. و عجیبش در این است که در آخر همین حدیث، تمام حدیث رو نمیخونم برای اینکه حدیث کمی دور و دراز است، پیامبر میگویند این سوء الخلق یفسد العمل کما یفسد الخل العسل. بدانید که بد اخلاقی تمام عملهای انسان را فساد میکند. چگونه که خل را ما اکسوس میگوییم یا خود سیرکو میگویند، سیرکو عسل را فساد میکند. عسلی که با آن شیرینی هست با کمی مقداری سیرکو دیگر نابود میشود و طعمش دیگر میشود. پس عزیزان، یگانه عملی که تمام عملهای ما را زیبا میکند این حسن الخلق، اخلاق حمیده می باشد. با دشنام کردن، قهری شدن، سلام ندادن، بر رویش نگاه نکردن، از عقیبش غیبت کردن که همش بد اخلاقی هست، باور کنید روزه و نماز و دیگر عملهای ما همش فساد است و پر از عیب و داغ است. بیایید با بهترین اخلاق خود، خواه به همسایه خود باشد، خواه به خویش و تبار خود، خواه به یک غریب و بینوا، خودمان را در نزد الله اثبات کنیم که قلب ما پر از محبت و قلب ما پر از اخلاق حمیده می باشد. پس بینوایان و یا نفرانی که گفتیم مسکین هستند، کمک کردن آنها با پول و مال، با کمترین چیزی که در دستمان هستیم. خواهرانی که یک چند طبق کاسه دارید از آن هم می توانید هدیه کنید، یک چند پای افضل و لباس دارید از آن هم می توانید هدیه کنید. حتمی نیست که شما پول داشته باشید و از آن 2.5% زکات برارید پس کمک کنید. ولیکن آنهایی که غریب هستند، میدانید که عائله در نزدیکیتان هست، شرایط خوب دارد اما تنها است، با او کسی رفت و آمد نمی کند، مشکلی تنهاگی می کشد، باید از احوالشان با یک لبخند صمیمی یا به خانه اش رویم و یا اگر شرم داشتیم که شاید ما رو به خوبی پذیرایی نکند، به خانه امان دعوت کنیم که شما هم مهمان ما شوید، بیایید این عید دست و به دست غریبی رو حس نکنیم و با هم عید رو گذرانیم. و این بود عزیزان درباره نفرانی که بیایید در عید فراموششان نسازیم. از پدر و مادر شروع کرده تا نفران غریبی در اطرافمون بوده و در اینجا اگر یگان خویش و تبار میشناسید و یا نفرانی میدانیم که مدت هاست با مردم قهری است، جنگ است، از او همه رنجیده اند، بهترین فرصت عید است که با او آشتی کنیم و مبارک بادش گوییم و گوییم ما پزمان تو هستیم، میخواهیم عید رو همراه تو جشن گیریم. و این بود موضوع امروزه ما درباره در عید با کدام نفرها باید حتما مبارک بادیشان گوییم و کدام نفرها رو فراموش نسازیم. بیایید میگذاریم به قسم سوالها، ببینیم که چی سوال هست. اگر با قدر توان یا تا قدر توان به سوالها پاسخ میگوییم. سوال اول: من چندین سال است با اکم قهری هستم، چند بار کوشش کردم نتوانستم آشتی شوم، نمیدانم چی کار کنم. پیش از همه سوال کننده عزیز، قهرگی با تمام مسلمان، عموما مسلمانی بیگانه از 3 روز زیاد حرام است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند برای شخصی که مسلمان است حلال نیست از 3 روز زیاد با برادرش قهری شود. این برادر دینیش، اما برادر خونی و یا صله رحمی که در ما هست با آنها قهری شدن قطعا 1 ساعت هم حرام است. جنگ و جنجال کشمکشی می شود، بعضی وقت میخوایم نفری رو یا برادر خود خواهر خود رو تنبیهش کنیم، کمی وقت قهری میشویم اما حتما باید آشتی کنیم. اینجا
وقتی نمیتوانید چگونه آشتی شوید، یک نفر رو میانه رو کنید. یگان نفر رو بگویید که بین من و برادرم داخل شو و بین ما صلح و آشتی کن، که در همین وقت حتی دروغ گفتن رو پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازت میدهند. نفری که بین دو نفری قهری داخل می شود و به این رفته میگوید که او خیلی پشیمان است و تو را دوست می‌دارد، به نفر دیگر هم عیناً همین، تا که دو طایفه آشتی کنند، این جایز می باشد. حتما در این وقت از یک نفری که برادر شما احترامش میکند، سخنی او را نمیگرداند و چیزی که گفت خوب میگوید، از او کمک پرسید که بیایید داخل شوید تا که این قطع رابطه دیگر پیوست شود و من با برادرم آشتی کنم و بگذار با برادرتان آشتی کنید و هرگز قهرگی در بین خواهر و برادران و کل مسلمان ها جاری نباشد. سوال دیگر: پدر و مادرم از هم جدایند. وقتی سود به مادرم من گفتم که من با پدرم زندگی میکنم، چون که پدرم رو بیشتر دوست میداشتم. مادرم رو دیدن روم، مامیم سلام علیک میکنند، اما مادرم به سویم نگاه نمیکنند. خیلی به مهر مادر نیاز دارم، یاد میکنم، اما مادرم میگویند من تو رو عاق کردم. من هیچ بدی به مادرم نکرده ام، چی کار کنم؟ البته که در اینجا در شریعت هم وقتی کودک به بلاغت میرسد، در وقت طلاق افتیدن بین زن و شوهر، به کودک اختیار میدهد قاضی که تو کی رو اختیار میکنی، و کودک هر کسی رو که اختیار کرد، این اختیاری کودک میباشد. فرزندی که الکی عقلش در آمده است، یا گفتیم 10 ساله هم میشود، 8 ساله هم میشود، اینجا هیچ گناهگار نیستید. و مادرتون اینجا اگرچه عاق میگوید و عاق دروغین است، بدونید که قلب مادر به این چیز هرگز راه نمیدهد. در این وقت حتما چندین بار از او بخشش پرسید، بگویید که من تو رو خیلی دوست می‌دارم، ولی که نگوید که پدرم رو زیادتر دوست می‌دارم، بگوید که من در نزد پدرم زیادتر حس امان میکنم، پدرم به من کمک میکند، در نزد تو میموندم شاید به تو من مشکلی می آوردم، نفقه من وزمین است. یعنی به هر راه قلب مادرتان رو به دست آورید. و البته اینجا ماشاءالله مادر بزرگتان بودن، از مادر بزرگتان کمک طلب کنید که به شما کمک کند، که به مادرتان نصیحت کند، ولی به هر حال به مادرتان بگوید که مقصد شما با همراهی پدرتان زندگی کردن این بد دیدن مادر نیست. این مسئله در آن است که فرزند در نزد پدر زیادتر حس امن و امان میکند و از طریقه بزرگ شدن و یا خود از جهت مالی هم اونقدر مشقت نمیکشد. سوال دیگر: من در یتیم خانه کلان شده ام. این سال دانشگاه رو ختم میکنم. دوگانه هایم روزهای استراحت به دیداربینی والدانشان میروند. من باشم میمانم، کسی را نمیابم که پدر یا مادر گفته فریاد زنم. یتیمی روزی سخت بوده است، دعا کنید. خواهر و یا برادری که همین سوال رو دادید، کاش در نزدیکی شما می بودیم که به خانه ما می آمدید، درهای ما برای شما باز بود، همراه عید رو جشن می گرفتیم. ولی به هر حال انشاءالله که اکنون که شما در دانشگاه می خوانید، به نزدیکی صاحب عائله می شوید، صاحب فرزند می شوید و در این وقت عائله شما وسیع می شود و شما در عید می توانید با خویش و تبار خود باشید. ولی الحمدلله برای شما یک فرصت خیلی خوب است، می توانید به نزد یتیم هایی که مثل خودتان هستند، به نزد آنها روید. دنیای سرور به دست خودتان می آید. یعنی عید را همراه یتیمان گذرانید و یا در خانه بیمار پیران سالان و یا بعضی من عزیزانی را می شناختم که عیدها را در بیمارخانه می گذرانیدند. آنهایی که صاحب قلب رحیم بودند، روزهای عید را کنار می گذاشتند و به نزد یا غریبان بیچاره درمانده ها می رفتند و یا به بیمارخانه می رفتند و می گفتند ما می خواهیم با اینها عید را گذرانیم، چون اینها عید ندارند. البته عائله هست که فقیر است، عائله هست که محتاج است، می توانید به نزد آنها روید. اگر شرایط داشته باشید با کمی ایدی یا خود میوه و چیزهای دیگر، اگر شرایط نداشته باشید حتما نفری به شما کمک میکند. به هر حال اگر خواهر هستید حتما به علاقه برایید، در خدمت هستیم و همراهتان صحبت میکنیم. سوال دیگر: عاق پدر چگونه عاق میشود؟ پیش از همه درباره عاق پدر پیشتر هم گفته بودیم که فقط من تو را عاق کردم، این عاق نیست. زمان انسان عاق می شود که پدرش را در موردی که نباید خفه کند بود و یا ناراحت کند بود، ناراحتش کرد. اما
برای اون که همسرت رو طلاق ندادی من اوقات کردم، برای اون که تو پولت رو به برادرت ندادی اوقات کردم، برای اون که این کردی. یعنی چیزهایی که ظلم بالای فرزند است، هر چی اوق گوید هم در شریعت اوق نمی شود. زمانش اوق می شود که در حقیقت فرزند بالای پدر و مادر ظلم کرد، یا با سخن یا با عمل، و پدر و مادر مظلوم هستند. در اینجا اگرچه من تو رو اوق کردم نگوید هم فرزند اوق می شود، برای اون که خفگی من از تو خفه هستم، از همین کارت ناراضی هستم، این الکی به اوق داخل می شود. ولی که گفتمانیم که نه همه چیز رو ما می توانیم اوق گوییم. گاهی می شود که فرزند حق است، پدر و مادر ناحق است و می گوید من اوقت کردم. در اینجا کی اوق است و کی اوق نیست، این رو خودی فرزند هم می داند، خودی پدر و مادر هم. اما به هر حال پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند به جنت اوق پدر داخل نمی شود. به هر راه باید رضایت پدر و مادر رو به دست آوریم و حداقل از آنها در زندگیشون هر کس پدر و مادر خودش رو از نزدیک میشناسد که با کدام راه ها میتواند به آنها خرسندی بیاورد، با کدام راه ها آنها رو خشم آنها رو بیاورد. بیایید کار کنیم که آینده خودمون نیز فرزندان خود رو عاق نکنیم. سوال دیگر: اپا جان ما در شهر زندگی میکنیم، اوتا اوچم از قشلاقن، فردا باید برویم زیارت قبرها. больше ничего делать میگن قشلاق، به همین کار ضرور می. چندین بار به این چیز من جواب دادم که این چیز ضرور در یک جهت استاد، در یک جانب استاد گناه است. نباید در روز عید به زیارت قبرها رفته شود، نباید عید رو به ماتم تبدیل دهید. میخواهید پدر و مادر و خویش و تبار خود را راضی کنید، با نفرانی که مرده اند به خویش و تبار آنها کمک کنید، مبارک بادی عید گویید، این ثواب دارد. حتما نباید روید و به مردم بگویید که روز عید است به سر قبرستان رفتن گناه است، خلاف سنت است، خلاف گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم است که میگویند همه خرسندیتون را در این دو عید، عید فطر و عید اضحی کنید. سوال دیگر: یتیم از مسکین چه فرق دارد؟ سوال کننده عزیز، یتیم نفری هست که هنوز به بلاغت نرسید و پدرش را از دست داد. اما مسکین نفری است که کمبغل است، بینوا است، او برای زندگیش درآمدش برای زندگیش نمیرسد و حتما باید به او کمک شود. و بعضی مسکین ها حالتشون خیلی وضمین است، برای خوردن نان ندارند. بعضی ها هستند که نان دارند اما از یک جهت دیگر باز تنقیصی یا کمبودی میکشند. سوال دیگر: صله رحم معنایش چی است؟ صله رحم با خویش و تبار رفت و آمد کردن، با خویش و تبار معامله خوب داشتن است که در شریعت این فرض می باشد. یعنی رفت و آمد کردن و قهری نشدن با خویش و تبار که در بارهش یک چند آیت و احادیث زیادی پیامبر صلی الله علیه و سلم است و حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر کسی که میخواهد عمرش دراز شود، رزقش وسیع شود، فلیصل رحمه، با خویش و تبارش صله رحم رفت و آمد معامله نیک داشته باشد. سوال دیگر: برادرم کودک بازینو تولد شده دارد، آیا به من جیان می شود؟ دلم نمی بردارد جیان گویم. سبحان الله، عیب کودک چی است؟ عیب کودک بیچاره در اینجا چی است؟ زنا رو برادر شما با کدام یعنی بیناموس دیگری کرده است و این کودک بیچاره رو برای در همین عائله تولد شدنش آیا اختیار داشت؟ چرا میگویم دلم نمی بردارد؟ سبحان الله، عیب کودک در اینجا چی است؟ او شاید بزرگ شود، یک عالمی بزرگ شود، شاید یک نفری تقوادار شود، البته که هیچ گناه بالای کودک نیست. او جیان شما هست، حتما باید با او رفت و آمد کنید، کمک کنید. و یک نفری که یک کودک معصومی که از یک گناه پدر و مادر به دنیا آمد، نباید کودک را برای گناه پدر و مادرش اذیتش کنیم، گوییم یعنی متنفر از او شویم و حتی دلم نمی بردارد گوییم. سوال دیگر: در چند سالگی زنی شوهر نو کرده یک دامولو گفت که من در این باره سوالایی که عزیزان درباره برنامه حاضره هست در این باره جواب میدیم. سوالایی که از اخلاق دور است و برای یک زن مثل من جواب دادنش خوب نیست، در این باره جواب نمیدیم. بکر هم ننویسید هم خودتون رو اذیت ندهید. آیا با پسرخواند خانواده می شود ازدواج کرد؟ پسرخواند خانواده اینجا یک مشکلی است عزیزان. وقتی نفری رو برای پسرخواندی و یا دخترخواندی میگیریم باید بدونیم که
اگر به او همون مادری در خانه بوده شیر ندهد، وقتی او بزرگ می شود نامحرم می شود. برای همین اگر به او شیر داده نشد در کودکی، الکی او نامحرم برای فرزندان می شود. ولیکن عرف عادت ما این چیز رو هرگز نمی بردارد. برای اون که دو کودک اگرچه شیر نخورد هم در یک خانه بزرگ می شوند، الکی مثل خواهر و برادر می شوند. بگذار از این عمل ها دور شویم. لیکن از روی شریعت هرچی باشد هم پسرخوانده اگر از مادر شیر نخورد، دیگر به همون خواهرک ها هرچی بزرگ می شود نامحرم بزرگ شدن می گیرد. سوال دیگر: با همسایه قهری چگونه آشتی شدن ممکن؟ از جنگ و جدال خسته شدیم، بعدیش باز خدا هستیم گوید. هم مشکلی به فکرم اینجا هست که همسایه هستن، هم خدا هستن، هم جنگ و جنجال دارن، چند چیز با هم آمیخته است. یعنی البته که در این وقت به خانه‌اش روید، کبر و غرور رو یکسو گذارید، یک هدیه کوچک گیرید به دستتون که الکی هدیه رو مردم دوست می‌دارن و خیلی که گفتم هدیه معجزه های خودش را دارد. به دستتون یک معجزه ببخشید هدیه بگیرید، به خانه همسایه بروید، بگویید قهری ها رو آنسو گذاریم، دیگر امروز روزی آشتی است، روزی عید است، روزی خرسندی هست. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر روز پنجشنبه گناه های شخصان مؤمن و موحد بخشیده می شود و جز شخصانی که قهری هستند. الله میگوید اینها رو به حال خودشان میگذارم تا اینکه با هم آشتی کنند. بیایید تمام عملهای خود را برملا نکنیم و با هم آشتی کنیم. دنیا جای قهری نیست. الله نکرده اگر همون همسایه‌تان وفات کرد چقدر شما پشیمان شوید که ای کاش در زندگیش با او حلالی میکردم و بخشش میپرسیدم و آشتی میکردم، و یا بالای شما بلای آید، یعنی خدای نکرده او هم پشیمان میشود. بگذار پیش از افسوس خوردن و چرانه کردن گفتن این که فرصت است، فرصت عید آمده ایستاده است، با دسترخوان عیدانه با هم آشتی کنید. سوال دیگر: دین رجدینی کردن ممکن است؟ من دوستام تبریک میکنن، نمیدانم چی بگویم. درباره خودی کلمه دین رجدینی که گفته ایستاده، زادروز، البته که زادروز را ما از کی گرفته ایم؟ آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم در حیاتشان زادروزشان را جشن گرفتند؟ هیچ دلیل وجود ندارد. صحابه زادروزش را جشن گرفت؟ هیچ دلیل وجود ندارد. بهترین عصر پیامبر بود، بعد از آن عصر تابعین، پس از آن تبع تابعین، هیچ عصر را نمیدونیم که یکی جشن گرفته باشد. ابو حنیفه رحمت الله علیه جشن زادروز داشته باشند. برای همین این رو ما از مسیحیان گرفتگی هستیم و مثل آنها تقلید کرده دیگر تورتبری و کارهای دیگر میکنیم، حالان که نمیدونیم که جشن زادروز اصلا باید خفه شویم که یک سالمون گذشت، در این سال ما چه ها رو از دست دادیم و چه برده کردیم. برای همین در اسلام در یگان جاش زادروز و یا دین رجدین یا آمدگی نیست. تورت بریدن اینها همش تقلید کردن به مسیحیان است و مسلمان تمام خرسندی هایش رو باید در این دو عید کند. اما همون روزی که کودک تولد شد، در 7 روزگیش برای تولد شدن کودک ضیافت دادن، برای پسرچه 2 گوسفند کشتن و برای دخترچه 1 گوسفند با خش و تبار پخته خوردن و از موی سر کودک صدقه کردن، یعنی به اندازه موی سر کودک، اینها همش عقیقه هست و در اسلام وجود دارد. اما مخصوص جشن زادروز که هر سال می آید و در بعضی از عائله ها یک چند کودک هست و یک چند بار می آید، در اونجا وجود ندارد. و سوال دیگر می بینیم که برای برادری همخون فطری روزه را دهیم جایز است یا نه؟ وی بیکار می باشد در تاجیکستان. البته که برای برادر خودتان یا خواهر خودتان فطری روزه را دادن جایز است. فطری روزه را به پدری خود، به مادر خود، به مادر بزرگ، پدر بزرگ خود و به فرزند و نبیرگان دادن جایز نیست. حتی فرزندی که الکی خانه اش جدا باشد. برای آنکه نفقه کردن، کمک کردن به پدر و مادر و به فرزند و نبیرگان همیشه بالای انسان هست، قرض است. اگر شما به آنها فطر میدهید گویا که پولی خود را اکونوم کرده ایستادید و از همون نفقه خود گریخته ایستادید. برای همین نه زکات دادن نه فطر دادن به پدر و مادر و فرزند و زن و شوهر در نزد جمهور علما جایز نیست. لیکن برادر شما که زندگیش جدا است تماما و نفقه او به گردن شما نیست و یا خواهرتان، البته که می شود فطر روزه را به او بدهید. و چگونه که بارها گفتیم
بهتر است فطر روزه رو خوراک 3 کیلو برنج و یا 3 کیلو ارد از سر هر یک نفر داده شود. اینجا آخرین سوال به فکرم عزیزان، نکاح به نیت طلاق جایز است یا نه؟ نکاح به نیت طلاق جایز نیست. اگرچه بعضی از علما میگویند نیت مکانش قلب است و ما در این باره نمیدانیم، ولیکن مقصد از نکاح زندگی دائمی می باشد. برای همین و خودی نکاح این یکی از مقدسات اسلام است، یکی از قانونهای الله است که هر چیزی که قانونی الله است بالای او باید احترام گذاشته شود. و من میگیرم و طلاقش میدهم، اول این بازی کردن با نکاح است، با مقدسی اسلام است. چیز دیگر بازی کردن با حیات یک انسان است. و همون مردی که میگوید من به نیت طلاق نکاح کرده ایستادم، خودش را یک بار بگذارد که آیا دختر او را کسی به نیت طلاق اگر ازدواج کند، خواهر او را کسی به نیت طلاق ازدواج کند، راضی می شود یا راضی نمی شود؟ البته که راضی نمی شود. پس بازی کردن با شریعت الله، با طلاق، با نکاح، بازی کردن با زندگی یک انسان تماما جایز نیست. اگر کسی را ازدواج کردنی هستید باید نیت مستحکم داشته باشید که با او زندگی دور و دراز میکنید. و در این باره نکاح به سبب گرفتن پاسپورت و یا شهروندی روسیه و دولت‌های دیگر خیلی موضوع وسیع است که در اینجا بعضی حالت‌ها خیلی ضرورت می‌آید، بعضی حالت‌ها دیگر فقط مسئله عادی است. ان شاء الله در یکی از برنامه‌های دیگری ترازوی عمل با هم صحبت می‌کنیم. سوال دیگر، به زندانیان سیاسی دهم چه خیل می شود؟ به فکرم درباره فطر روزه صحبت کرده ایستادن. چه خیلی که پیشتر هم گفتیم فطر روزه طعمة للمساکین است، یعنی خوراک برای کمبغلان است و پاکیزه کردن نفران روزه‌دار از آن لغو و بیهودگویی و سخنهای بدی که در روزه‌داری گفتن. این کفاره اش می شود فطر روزه. البته زندانیان سیاسی و الله بگذار تمام زندانیان مظلوم را در این ماه مبارک رمضان، در این روزهای بهترین که امشب شبی یکی از شبهای شاید قدر است 29 است، بگذار خودش آزاد کند. البته اگر میدانید که شرایطشان وزمین است، مسکین هستند، کم بغل هستند، البته به آنها داده می شود. ولی چه خیلی که گفتیم گاهی می شود که یک نفر زندانی است اما شرایط خوب دارد، یک نفر در آزادی است اما او خیلی شرایطش پست است. در این وقت حتما باید به نفرانی کم بغل داده شود. و سوال دیگر، سلام علیکم، درباره زکات دادن میگفتید التماس. و علیکم السلام. البته که درباره زکات دادن پیشتر هم گفته بودیم. زکات طلا وقتی به 85 گرم رسید، نقره که دارید به 595 گرم رسید. نه طلا دارید نه نقره دارید اما در دستتان مبلغی هست که مدت 1 سال در خانه اتون در یک جا تخت کرده ماندگی است. شما از اون قدر استفاده نمی کنید، به جز اون مبلغ درآمد دیگر هم دارید. همون مبلغی که در کنج خانه اتون هست، اگر با اون مبلغ شما 85 گرم طلا خریده توانید، یعنی برابر 85 گرم طلا باشد، در این وقت شما از اون زکات میبرید و زکاتش 2.5% است. برای مثال شما اگر $1000 که الان زکات برآورده نمیشود، بیاد بگویم $4000 در دست دارید که به ملال به $4000 میشود 85 گرم طلا خرید. مبلغ شما به 85 گرم طلا مثلا $4000 برابر شد. $4000 رو شما به 10 تقسیم میکنید، میشود 400. سپس 400 رو به 4 تقسیم میکنید 100. پس از $4000 شما $100 زکات خارج میکنید. هر مبلغی که به 85 گرم طلا رسید، وقتی شما اون رو 1 سال در دست دارید، 2.5% اون رو باید زکات برارید. 2.5% رو چگونه که گفتیم به 10 تقسیم میکنید، اون چی که حاصل شد به 4 تقسیم میکنید، اون چی که حاصل شد زکات شما مثل اون که از $4000 $100 شما زکات میبرید. گاهی میشود که خانه خریده مانده اید به نیت بیزنس که آینده قیمتتر کرده میفروشید، ماشین در دست دارید برای سوار شدن نه برای اون که آینده اون رو میفروشید، در این هم زکات دارد. اما خانه‌ای که برای ایجار دادن خریده اید، برای استقامت خریده اید، برای فرزند هدیه خریده اید، ماشینی که برای سوار شدن خریده اید، در این وقت شما در آن زکات ندارید. و این بود عزیزان
امروزه برنامه ما و اگر سوال بود انشاءالله در برنامه های دیگر حتما به آن جواب خواهیم داد. با امید آن که آن چیزی که امروز در برنامه گفته شد عملی کرده شود و در روزهای عید که پس از همگی 2 روز عید مهمان خانواده ما می شود، پدر و مادر فقط تبریک خشک کردن نه، هدیه دادن، پول فرستادن به پدر و مادر، زن شوهرش رو، شوهر زنش رو فقط با مبارک باشد عید نه، با هدیه دادن و با مهربانی کردن، فرزندان خود رو فقط با لباس نه، با یک مفاجعه و یا سورپرایز های دیگر خرسند کردن و البته که خویش و تبار خود بینوایان رو با کمترین مبلغ و همسایه های خود رو با یک کاسه آش داده امان دلبرداری کردن و البته که آنی که غریب و تنها است و سراغش رفتن و او را دعوت کردن و خانه را فراموش نکنید و امید آن که پس از عید صحت و سلامت باز با هم در برنامه های دیگری ما باشید. شمایان را به الله یکتا میسپارم. بگذار عیدتان مبارک باشد. تقبل الله منا و منکم. الله تمام عبادت ها، تمام عمل های صالح ما را از ما و از شما قبول کرده باشد و تا عید دیگر کل حیات شما به جهت نیکش تغییر یابد و تمام این مشکلی هایی که مردم مظلوم امروزه تاجیکستان ما میکشند بگذار تا عیدی دیگر همه اش برطرف شود و در یک امان و آسودگی با تنیساق با تمام محبت و صمیمیت و البته که تقوا و پرهیزگاری و عبادت پروردگار با هم در کنار هم باشیم. شمایان را به الله یگانه میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.